تریاکی ها از ما موفق ترن. این قدرت تبلیغی یک تریاکیه. البته ما یک ضعفی داریم، خدا حفظش کنه، آقای قرائتی سالم باشه، ایشون میگفت ما همین تریاکی ها از ما موفق ترن. راست میگه، من خودم با چشم خودم دیدم. در یکی از روستاهای خراسان رضوی من رفتم اونجا، 35 خانوار بودن، 36 تا تریاکی داشتن که من تعجب کردم، گفتم آخه هر خونه یکی یکم زیاد میاد، اما شما جمعیتتون کلا 35 خانواره، 36 تا معتاد دارین. گفت حاجی یکی از اینا رفته شهر کارگری، این اونجا معتاد شد، آمد 35 تا دیگه رو معتاد کرد. این قدرت تبلیغی یک تریاکیه. اون وقت از این پیرمرد صف اول نماز جماعت بپرس، میگه من 60 ساله، 50 ساله، 40 ساله که نماز صف اول جماعت رو ترک نکردم. یکی با خودش نمیتونه بیاره که اگر هر کدوم از نمازگزارا یکی می آوردن مساجد خالی نمیموند. قدرت تبلیغی ما ضعیفتر از اوناست، از تریاکی ها ضعیفتره. نماز جماعت